اون چی که من میفهمم به راه حل از توش میخوام در بیارم این است که اواخر دوران تبلیغات ما دچار تردید شدیم، یعنی افرادی پیدا شدن تردید کردن، بعض تردید حالا به هر دلیل، یا تبلیغات نادرست یا عمل نادرست صدا و سیما یا چیزای دیگه باعث اجازه بدید من که بهتر از شما دارم میگم، شما با شما من که بهتر از شما دارم میگم البته خب دو جمعه حاضری حمایتت میکنی، حاضری حمایتت میکنی، حاضری حمایتت میکنی، حاضری حمایتت میکنی، حاضری حمایتت میکنی. امروز الان تلخه، یعنی شرایطی که بعد از اعلام انتخابات به نتیجه پیش آمد دوران تلخیه. من فکر نمی کنم هیچ کس از همه جریانات دلش نمیخواست اینجوری بشه.